سلام، من فارسی هستم. خوش اومدید به چنل خودتون. آقا اگر کامل ویدیو دیده باشین، تقویت بررسی یه اکانت داریم که قرار هم تقویتش کنیم هم روش پلی بدیم و به لیدربورد برسونیمش. ممنون میشم ساب کنین، لایک کنین و بریم سراغ ویدیو. متاسفانه فهمیدیم ویدیو رکورد نشده و 520 سی پی برای بتل پس و گردونا آورده بودیم که یکم تقویت کنیم اکانت. متاسفانه دیدیم 3 تا بتل پس رو بچه زدیم ولی دیدیم ویدیو ریکورد نشد. این 3 تا بتل پس زدیم که این بتل پس واقعا ارزش خریدن داره. یه دیل کیو زیبایی داره و اسکین های خیلی خفن داره، کاپیتان داره و بقیه اسکین ها. ستاره زدیم به خاطر تقویت اکانت، چون به خاطر اکانت نه اپیک اسکین اپیک داشت نه گان اپیک داشت. بعدش چند گردونه براش زدم، گردونایی زدم، M13 رو زدم که بخواستم کارامیتشو بده. متاسفانه کارامیتشو نداد، گلدشو داد خود 4 هیچ وقت با درد نمیخوره ولی چارم باحالی داره. نظرم توی چارمای بقیه گانها این چارم زیباییه. کلتش هم حالا خیلی باحال نیست ولی کارامیتش هم حالا بد نیسته. ولی گوست اسرائیل اگر میخوایم بزنین ارزش داره، 9 روز هنوز هست. ولی اگر نظر منو بخوای کیلومتریک بهتره. قرار جمعه آخر همین هفته بیاد که شاید وقتی الان ویدیو رو میبینی اومده باشه. M13 و کیلو کدوم بهترن؟ نظر من هر دوتاش خوبن. توی سیزن یکیشون باف میشه، M13 باف میشه، تو سیزن بعدش دوباره کیلو باف میشه و همینجوری میچرخه. اگر بخوام از نظر من بهترین گان متیک توی کال آف دیوتی چیه؟ این که دیدم متیک که بعد از اون میرسه. حالا خیلی میگن کیلو، خیلی میگن M13 رقابتی، یا یکم یا دوم، و بعدش هم میرسه به گانهای دیگه. حالا اسنایپرگرا، دیرکیو متیک و سراغ بررسی اکانت. رنگ هر دو تا رنگش لژند شده، هم رنگ مولتیش لژند شده، هم رنگ بهتر که هر دوتاشو خودم کردم. بعد 3 تا گان اپیک داره که گان اپیک های خاصی نیست ولی میشه بپذیرشون. کیارم خاصی داره، کلت خوب نه، دیل کیوش خوبه. از اینجا به بعد از اینجا به بعد همه گانا میشن گانای 20 گان این کلتش هم میشه 20 گان بتل پس. این کلت هم که از M13 متیک گرفتیم. خب بریم سراغ قسمت اصلی. نه تنها دلیل به یوتیوب و زمینه دکورم گفتم گوست یا بخرم یا فول آپگریدش کنم، بیارمش توی اکانتم که آوردمش. 3 تا آپگرید شده، فول آپگریدش قرار کنم و 28 تا اسکین اپیک داره. اسکین خاصی نیستن ولی از اینجا به بعدش میشن که اسکین های بتل پستی. هلوش 12-13 تا اسکین بتل پستی. 6 تا ماشین داره که این هم از گردونه چاپر لژندری که الان بعدش بهتون شونش میدم گرفتیمش. همین تو ویدیو بود، متاسفانه ریکورد نشد. 2 تا از گردش شده، یکیش کترشو داد، یکیش چترشو داد، یکی دیگه شم ماشینش داد. میخواستم وین سویتشو بگیرم که نداد. حالا 2 تا چیزی که بخوام بگیرم توی چیزای اسکین و وین سویت، یکیش وین سویتش میگیرم تو گردش 8 میدهش. چون به خاطر شانسش اگر نگاه کنین اول 13% چاپره، 2.5 آلوش 2.4% اسکینه و 6.55% هم وین سویته که 100% وین سویت قبل از اسکین میده که شانس اگر وین سویت رو نده و اسکین رو بده. دومین چیزش آرتیلری قرار بگیرم. بعد از اونا قرار بیوای زندگی رو بگیرم، همون بیوای اختاپوسه حالتش. اینم شاید فودش کردم. چاپر بزرگی، یعنی اگه تیر بزنن راحت ترکیده ولی خب زیباست، به سبک خودش زیباست.
و کمیاب. خب این از اینا قراره پارتای بعدیش خفن‌تر بشه تا پارت بعدی، شاید تا 2 پارت بعدی لول اکانت مکس بشه، خیلی فرق کنه، گامبتیک بگیرم و بقیه چیا چون 100% کیلومتریک گرفته میشه و بعد از اون MK117 متیک رو میگیرم و بقیه اکانت ها بعد 100% کیلو رو میگیرم چون یک نایف زیبایی داره، 2 DLQ زیبایی، DLQ زیلات هم شاید تا چندین پارت بعدی 10-20 پارت بعدی زیلات هم فول گردونو کنم و کیلو 100% میگیرم چون نایف های زیبایی داره، نایف خیلی زیبایی داره، 2 همون DLQ اسنایپ خفن، 3 اسکینش خیلی خوبه، اسکین موومنت زن خوبی هسته، 2 هم 4 هم اینا که گانو بگیرم، گان زیبای خفنی داره. البته درسته به گانای خیلی سرعتی مثل M13 و MK117 متیک نمیرسه ولی گان تمیزیه اگه اتچمنت برتر هر سیزن براش بذاری. خب بریم سراغ یه دونه گیم پلی تمیز. راستی اینم توی لابی این شکلیه که سگش میاد نایفشو بهش میده. سگ زیبایی داره، اگه فول آپگریدش کنی سگش میشه متیک، خیلی زیبا میشه. یعنی الان مثل گوست لژندری، سگش لژندریه و یه سگ ساده است. اگر متیکش کنید حتی توی مولتی و خود بتل رویال میاد دنبال سگش تا یه جاهایی. آره خب بریم یک گیم پلی زیبا از کف آلکا با گوست بگیریم. خیلی اسکین خوبیه، فقط مشکلای بزرگی داره، یکم بزرگه ولی باش کنار میاد. دومی چی هم یه مشکلی داره، اگر مثلا گوشی مناسب یا رنج مناسب رنج به پایین مثلا هولوش 10-15 تومن داشته باشین یکم بروش لگ داره، یکم نه اگه مثلا پینگیتون هم مناسب نباشه، ریجسترتیرتون هم مناسب نباشه اصلا مناسب نیسته گوستمتیک. ولی اگه علاقه داریم به گوستمتیک چون شاید تا چون اکتیویژن خرج نمیکنه استیماتیکشو کم میایه. حالا اسپکتر متیک هم مثلا وقتی قرار چند سیزن آینده برگرده به خاطر این بود که اولین کاراکتر متیک بود، بعد الان فکر کنم اولش 4-5 سال گذشته، از اون 4 سال گذشته یک فینیشر زیبایی نداشت، 2 هم چند تا چی فقط یه لوت باکس خفن داشت، دیگه چی نداشت. به خاطر همین مجبور شد اکتیویژن تغییرش بده، درستش کنه و برش گردونه به کالاف که یه دونه اسکین زیبا بشه مثل تمپلار و بقیه اسکینا بشه. گوست هم همینجوری شاید تا 4 سال 5 سال آینده برش نگرد چون اکتیویژن ایتو اسکینا رو خرج نمیکنه، در حال درخواست بهمون ندن ایتو اسکینا خرج نمیکنه چون به خاطر 90 روز بوده نمیان دوباره. شاید هم اومد 5 سال 10 سال یا اگر درخواست بالایی باشه شاید سال دیگه بیاد. خب بریم سراغ گیم پلی زیبا. لیتس گو. اومدیم کف آلکا. به خاطر این مهلت ویدیو زیاد شده مجبور میشم که از ویدیو رو کم کنیم، ولی اگر بازی تمیزی باشه تا آخر ویدیو رو میذارم ادیتش میکنم. خب الان فقط ماشاءالله برام SMG میده از این دراپ چند طور بام بکشم داشت دمت گرم اینجا فقط حالت بسنگانات SMG. اوه انمی بخورمت انمی بهش همه رو اتشات دادم بهش 30 تا یا حضرت چیت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد. بله
خوشگله. بخواب بزرگ شده بیا با من بازی کن. بخواب جیگره که من تیر ندارم به خدا. نداره کن حاجی. نه اینو الله مسلم بابا بنا کیل دازده هر ایش نمیشه بزرم شیادم شروعت کیل منو دو کیلم رو دازده کیل تو میدازدم میبینم چون رسید. بابا اجا مخابرات مهربون مخابرات استغفرالله. بله پینگ عالی 160 150 120 مخابرات 3 نقطه حرم. مردم پول میگیری که همینجوری اینترنت و پینگ زیبایی بهشون تقدیم کنی. همین پینگ تو بکن تو. بابا این چرا دمه اینجا زیاد خیلی آدم چیزی هستی. ریوایو کن خب بیشور الان میاد تو رو میکشه. خاک تو سرت کنم. فقط بلده کیل بدوزی. هیچ هنر زیبایی نداری. بلیگه هولگر دستته. الان انتظار داریش که نکشی. آره نشونیم آلکا گرده میرسه. این اسکین باشه کسی فقط سلطان باشه. پس این اسکین هم خوشگل ها. توی پارت بعدی هم اینو میگیرم هم بتل پس زیباییه هم اسم رو عوض میکنم. اینا برای پارت بعدی چون اسکین فضایی زیباییه. حالا درست استفادهش کنم ولی تو دوئل اینا استفاده میشه. حالی گریم آقا یه مولتی هم خواستی ویدیو باش بذارم بگین برام چند تا گانه لژندری از DLQ اینا بسار بگیرم گردونی کنم براتون بذارم. باجی برنازم گیرو فقط کیلو. خب تو منو میکشتی هولگر تو بزن. هولگر میدازدی بی شرف. من همون هولگر رو پنده بکنم تو پاچه که نه تو یه جا دیگه. حالا هولگر رو انداخت پایین. دمت گرم دم مرامت گرم. این یارو بتل پستی بیوای داشت کفش ها. بیوای داری غلط کردم آج. اینا فرار که خاک تو سرت. هم تو کنم بیوای داری فرار میکنی. نگه تو بیوای دستم بود جر میدادم. من کجا دلم بزنم بگیرم آزو همه جور خود کردیم بیاین. اومدم خوشگله باشه. یه دون دمه شد یا باز بسم الله الرحمن الرحیم. بابا بیوای داری آرتری بسه پس باشد. بیا تو روحت نشونی همون بیوای میکنم تو پاچه. بزنش بزن. آخ دمت گرم آجی خیالم تا بزن. هم بیوایش برم دارم. یادش تو تن میومدی نمیوردی. آقا توی پارت بعدی 100% لولمو میبرم لول های بالا. از 150 به 250 تا شاید 300 هم برسونم. بستگی داره تو دو سپورت آخر تا دو سپورت بعدی 100% لول تا 200 هم تا 350 هم میرسه. ولی حالا تا پارت بعدی اینا شاید تا 250 اینا برسه. قبول کنین دیگه شرایط ما همینجوری در حال حاضر با پینک دهن آدم سرویس میشه تا بخواه رنگی اینا لجند کنه. لولشو ببر بالا. همین حالت عادی ما الان من پینگم 115 دم مخابراتی هم دم میگم. دمتم گرم. بله پینگ همجور میچرخه رو 150 اینجا دمشو. خدا لعنت
انمی موش تو سوراخ. تو رو خدا موش تو سوراخ بازی کنی. بابا این چه آتش خالاییه. یه میتونه بزنم. شو سوراخ. بنازم باجی رو HP 2 زنده موندم. کجایی مملکت؟ بسوزد جوانی داشت بودم نکن. خب بیشرد من روحه. چی میزنی از اون فاصله؟ چی میزنی؟ در ببندیم نظر اسکو در ببند. اسکو من آرمون ندارم. یه بارم نمردم. بذارینش میزنم کف این آتاش خاله مونده. بذارم من دراب کنه زیبا. یه دونه اچست ململالی بکشم. ململالی آرمون ندارم. هیچی ندارم. فقط اومدم بازی کنم. بزنی من فوشت میدم. آفرین. حالا میخوای چیکار کنی؟ حالا چیکار کنی؟ اینو میرفتم. سگ تو روی تو بذار بیا برو گم شو. از اونم اندازی مثلا فکر کنی من اینجا گیر کنم بیا. حالا ببینم کی گیر کنم. بذار من برم. خدا وکیلی بذاریم من برم گم بکشم. یه دونه چیز بکشم دمت گرم. خدا وکیلی بذار بکشم. چیزم بکشم رفتم. چیز اوی ترسیدم. خدا وکیلی ترسیدم. خدافظ. بنازم چیزم کشید. دمنجم یکه. یزیدم دمنجش یک نبود. من چیکار کنم اینا رو؟ بیا بالا اینو بزن. کام شو بریم چیکار میکنم. بابا سگ تو بکنی از اینا اتاش کنم نزدن اینجا. آجی 12 تا غروب تموم شد. بازی جمع شد. اگه نزنم اونجا میشه. بابا چه آتش خان بازی شده. خواهد تو سرتون کنم. یه نسخه دیگه یه دونه از این آتش خانه گذاشته تو روحتون. آقا گوشتی کمپر کامنت ها. یکم کشتی شد برم در آرازه. فقط این اچسته میبینه اچست ساده نه یا اپیکه. نفهم کنم همس اچست ساده است. بذار آرمور 200 بکشم. آرمور 200 بکشم. وای آجی چیز ساده کشم. های تو روحت کجا؟ بذار گامانم بکشم اینجا پایین. خودم میندازم پایین. من نمیذارم هیچ کی من را بکشد. این حقیقت ندارد. شما دادمت کردم یه ریوای به ما نمیزنی. وای گانا برداری فوش دادم. بردم ببین چی میشه. فوش گذاشتم. ببینم چی کار میکنی. ببینم مثل آدم فضایی ها واقعا میزنی. شاتای فضایی میزنی یا مثل نوبسگایی. فقط سیپی زدی اسکینر رو بگیری. بسن آرمور 200 داری. من اگه آرمور 200 داشتم این اتفاق نمیفته. الان فرصت زدنش هم داری. ببینم چی کار میکنی. ببینم ماشاءالله بنازم. وین مال خودمون بود. بنازم. خیلی ممنون تا آخر ویدیو رو تماشا کردید. تا یه ویدیوی دیگه بای.